الو اکا کجا شدی؟ ساعت 8 شد آخه. آماده استی؟ مالا خوب اکا جون، مالا خوب. خیر. هی خیختا با خونه گی. خیلی برو برای خونه. با خوبی خونه برو برای. برای چی؟ برای چی؟ شبانگی گپی گفتگی دیو دو دستاین؟ مرا چی گفتی دیو دو دستاین چی گفتی؟ من تا سر خونه رفتم گپی طرف فکر کردم. اینقدر وقت با خوبی خیلی برو برای خونه. زنجا آخه من شوخی کردم. شوخی کردی؟ این گپی تو جای شوخیگی نداره. با خوبی خیلی برو برای مسعود از فایل کداگی مزیمیه. آخه در این زمستان من کجا برم جا ندارم من. با ما فرقش چی جا نداری؟ ما فرقش چیه؟ با خوبی خیلی برو برای. شوخی کنه گوشامو کشیدم دیگه نمیگم آخه بخشش. خیلی برو برای خیلی ایجا گفته استامتره. بخشش پرسیدم. خیلی برو برای. خیلی برو. یه زن اگه ما یه خطی تلوی کجا برم میمونم خنه که دا. من کجا میری؟ این قدر ما کتی زندگانی کردم در این قدر دوام زندگی نگفتیم و همیشه هم مرا گفتی ها؟ یه زن جان آخه کدوم گپی من تو خفه شدی؟ کدوم گپ در خفه شدم؟ همیشه واقعا گپی گفتگی در تو بزبی این قدر وقت بزب نبودم و اکنون بزب شدم من شوخی کردم اینجا شوخیگی نداره بخشش اینجا شوخی نداره با خوبی اینه گوشامو کشیدم این یه بار دیگه با گوشامو کشیدم بخشش بپرسم گوشا تبرکش سود آمده است خوزی گپ میزنم گرده برو گفته استامتره گفتم که بخشش زنک جان جای بخشیدن نداره برو تست کن برو خوزی گپ میزنیم برو صاحب خانه او صاحب خانه برو السلام علیکم و علیکم با سلام سلام علیکم سوزه نپا سوزه نکا نازکا شما زنگ زدی نپا بابا کجا زنگ زدم تینجی بخیر اخی اگه جو تنجی میبود مخت زنگ میزدم مقصد کو مرا بفهمونین نقصد بفهمونین روشانتر مرا بفهمونین همیشه وکا گوش ماینه من تو سر خورده برو اما جان دارم کجا میرم در زمستانی خونه ایتری نکه خواهر جان ایتری نکه کلتا کار بفرمون زندگی شیرین تا ویران نکه او با پشیمان میشه با دیر میشه همین بخشش پرسیدم گوشام هم کشیدم نه ده یا گپ خمیده برو اکا گوش کنید ما یادتون میگم این زندگی است در زندگی هر چی چیدنش ممکنه پشیمان میشین گپ بگیرین این دین او گذاری بالا دم رفتم یک کلینچک نه 10 هفته نشد زندگیشون ویران شده همین کاری خوبه همین وقت سگ گودکش سر نمیکنه مالی ما گپ بسیاری بعد نکنه ما گپ گفتگی ما گفتم ما دیگه زندگی نمیکنم یعنی زندگی دیگه نمیخوام کدر نمیکنم نمیخوای های ما گپی گفتگی ما پا گفتم ای پیشتون گذاشتم چند تا گودک داری 4 بچه گودکو تا بگی جبیو انا باور که همی بسیار وقت ما همین حالت ها رو ما میبینیم همین آدم ها را زندگی زن شوهر جدا میشن به حد زیغ میشم ده هم خیلی زیغ میشم که باور که انا دیگه هم خیلی مونده میشم همون روز خونه میرم دیگه یکم چیزی دنیایی نمیخورم همین آدم باید شکرانه کنه ناشکری نکنه این اکا اکا این 4 تا بچه خوشرو داشتن این بچه را خوشروگیشون ببین اخی همین زندگی شیرین تونم چی با شما بگیرید تلخ میکنی یکا و اینجا یه تا شایمه او ست دیگه شایمه نیست اکا ما 2 تا شکرگیم راست میگن فهمیدم میشه که این 3 پسری دیگه شتونه نه اکا این شای شو یکمه این شاییه ایش یکم شوهر تونه انا ایش دویم شوهر تونه این 2 تا دیگه شای کیه یگنی این 2 تا دیگه شای خدمه با مراد مقصد ما رسیدیم بدرو آی توبه قفات دویده را مردم همین قفایران میکنیم نگاه نمیکنی قفاتا زادروز داری؟ نه یانگم زادروز داره نه یانگی تام زادروز نداره او این چه یگنی قگل داری جا؟ راستیگر همسایه جان حالی اگر بگم تا باور نمیکنی چه؟ همین بالای قشلاق مونده حوز هیکو حوز
موی خطی رفتیم همونجا یا موی تیلوی قبیدیم آه. خویش کردیم همین گلا رو داد همین حفظی خمون اوه همین حفظی بولوگی اینه اوه گام نیست نوکا هم بیا کجا من برم اون ماهی را بقپم ارزوهای بسیار دارم همسایه براری کن توبه توبه نکنه توبه میشیده ده سعدی بیا کیه ما هم سوزیا کردیم بیا همسایا سلامتی خوب همکی همون بالا رفتم حوزی گفتگی قشلاقی بولوگی با قپیدی ماهی را گوش که گپا که تو را پارت افتم جورا همه خیلی زد ماهی چیلایی را گرفتم سینش گفتم که ماهی چیلایی ما همین ارزو دارم که همین یه خونم پری باکس باشه وو باکس او با گفت که مایلا برا گو خونه تا ببین اومدم خونه را بوی کردم نگاه میکنم یه خونه پری فاکس های وو تو باکس گفته بودی اومدی پری فاکس های آخی من نفهمیدم که ماهی برای چی خیل کرد من باکس گفتم فاکس داد راست همسایا این ماهی تیلوی کار بده چه خیل ما هم پول گفتیم گل داد زنک او زنک آماده مرده یه بیا کجا میگردی؟ این این آمده مرده این آمده کدام دو زنده دادی کرتوتا این میگه قشلاق بالا مرده خیلی دختر بده کدیش گپ زدی زنگ زدی ها گفتی تیاره بیا بگی اینا برم من اسب میگیری میره کرتوتا میگیری تیز میره فهمیدی اسب کتی برم مرده از خالی برن نمازی شام شده سه راه دقیقون سگ پاک نگیره تا مال گپا گفتن تا بگی همی بیشو گم نداد مال صبر بشه بیرده میرسه ای بیرده سوال خب. شما مرده تیز بیو مال خب ما همین زنگ حیران میشم اخی حیران میشم اخی همین کرتا روز دکنی نمیشه بگو شب کی میشم برا کی میشم پیشی دوزنده برم پیشی فلانی برم بوتا لامن تینجیه توبه ما همین وقتی آخر شما رو اهمیت به تو بختم توخ گوز نمیگرده یکون تر بیار خطا بخونه او چی دخه ما بخونم اخی من همین او چتا گفته اسم اخی چو کاره او چی ما برآمد برا کجا رفت این همین خشلاقی بولگی پیش یک دوزنده میرم گفت با اسب برو وردم دادم شکی نمازی شام شده تیز برا بیا اخی بو یا اون سگ پاک نگیره تا یوتا ها ما گشنه موندم چی نمونده بچم برام درس خون بوی کن نون بگی بخو رفتم دیدم ندارم نون نداری نه خواهی که نباشه اوچت هم نیست بچم این خونه همسایه روپالو برا یا نام بگی بیا اوچت که اومد میبریم میتیم هیچ گم نیم نه من نمیرم خونه همسایه رو پرمو او برای چی نمیره بچم اخی همسایه گری را برای همین قروزا گفتیم بچم اخی برا بگی بیار بخو اوچت که اومد میبرم میت تمام نه من نمیرم خونه همسایه او برای چی نمیره آخی نمو پیش عید قربان خود مونده 1 کیلو گوش خای کرده بود کو خای بعد نمو مرا در کجای بینا میگه که ها سعدی جان فربیک شدی